سلام علیکم دوستان عزیز، سلام به کلی برادرایی که ما رو تماشا میکنن، دستگیری میکنن و از آمد که همیشه در بر ما هستید. امروز یک خبر خواستم در شما برسانم، یک خبری چخیر بگم انا مهم کی بود، نتونستم خدمت قبیله خواستم شما رو پیشنهاد کنم. خیر است، ما هم قچمی برادرها با پیش از همه میخواستم چی دیگه رو بگم تا که برادرایی که در شهر مسکو قرار دارن انا حجتاشون کمتر کجلای رنگ مثال کجلا بود محسوس کردم. انا این نمیراد زنگ بزنید 100% رجیستراسیون میکنه تا نه که بوسای با گارانتی شرکتی برای کی مخدوم دامجه کردم به پرابلم گشتی استم زنگ بزنید ختم بود پرسین. انا خبر چی بود دوستان برادرای عزیز من، گیرت 3 ماه یا 4 ماه پیش یک برادری عزیز توجیک خودمون خطا میدونه توجیکو بسیاریش تاکسی میزنن در همین راه رفته است که نمیدونم چه خیلی پرابلم میشه یا که بیچاره خوبش میبره جوری کوری بسیاری یا که او نیپرایل در پیش خود میگذارن چه خیلی که دو تا زنک هم میزنن. انا هر دو زنک میمرن ای دنیا که میگذارن زنک های روس باید بتونه اختان که چیگه میشه سود کشک میهازی در سود که هسته در ترمه هسته اما که بیچاره خیلی دو کستن راستی هیچ که نداره در مسکو. در هم تاجیکستان همی خیلی پراجینش بیزی بده برای همون دمو برامدن یک نزدیکتر آدمش برامد که یکون ویدیو کنیم یکون خیرخواه اگر باشه یاردم کنن یکون سومی پارتی هم مثال ای تورما هم که بروردن نتونن یکون سالش کم میکنن خوبه برای ادوکت میخریدین چی میخریدین برادرای عزیز. من رقمای کارتشم رقمای تلفنش موندگیم یکون زنگ میزنیم همش ختم تشکیل میکنیم رقمای کارتش کسایی که میخوان مرامت پارتی میشه کسایی که نمیتونین دوستان در کامنتر چه بد ننویسید فقط یک اپ دو یکی یکون پدلیس میکنه یکون برادری میتونیست گیده مثال در تاجیکستان زن و کودک داره چند سه تا 4 تا کودک داره اینجا ما صورتاش رو خیر روشون محکم میکنیم بفهمین سیمیا ختم بودن تاجیکستان چه قینه مثال مرده که خانه که نباشه کیسم روی میکنه کی میخورونه اوره برای همون دوستان عزیز کسانی که میتونن دستی خیر مرامت یا بار زنگ بزنین اول تشکیل میکنیم بعد مثال میتونی اگر پرتوید رقمای کارت رقمای تلفن یا حرکت میکنیم ای دستی ما که هم قچی میامد ما شما رو پیشنهاد کردم برادرای عزیز مرامت چه خیلی که گفتم خودتون اول زنگ بزنین کسایی که میتونن بکنن کسایی که نمیتونن در کامنتر چیزای بد ننویسین دوستان فقط یک هفته کسایی که میتونن یک سوم میتونن یک سوم میپرتید پگه ان شاء الله که خداوند 100 سوم کده میگردونتون پروا نکنین واقعا در امان خدا باشه. خواستم همین چیز رو پیشنهاد کنم زنده و سربلند باشه در امان خدا باشین.